این عبارتی که من میخونم و اکثرا شنیدید یادآوری میده. ما در مورد حجت خدا چی میگیم؟ میگیم به یمنهی رزق الورا. قدرت رو ببین، بعد به وجودهی ثبتت الارض و السما. آسمان به این بزرگی و 7 طبقه اگر فرو نمیریزد به خاطر برکت و حجت خداست. تمام عالم رزقشون به دست حجت خداست. حالا شاید یه جوون یه بچه تو دلش بگه حاج آقا کفر نگو، پس خدا چی کار است؟ خدا همه کار است. خدا همه کار است. من یه سوال دارم، جان آدم ها رو کی میگیره؟ بفرمایید اسرائیل. ملکون. خب خدا چی کار است؟ خب خدا همه کار است. مأموری دارد در قبض روح به نام اسرائیل. حالا خدا همه کار است، اما برای دادن رزق همه کاره رو میگه حجت ابن الحسن. همه کاره میشه امیرالمومنین، حجت خدا. چطور اسرائیل رو وقتی میگی مأمور خداست قبول میکنی؟ به حجت ابن الحسن که میرسه کارت میگیری، خب اینم مأمور اونم مأمور، همه کارم خداست. اینقدر قدرت دارد این پدر که اگه تمام عالم بخوای ببینی محتاج این پدرن. در بند غیبتی ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، بیا بیا مولا. بیا 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 آقا، بیا 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 آقا، بیا بیا